أنت الضياء برغم الغيوب وتشدو الطيور بجميع القلوب وتمضي سويا على البداء في كفنا شرة من علوم يأتي الضياء برغم الغيوب وتشدو الطيور بذات القلوب ونمضي سويا على دربنا وفي كفنا شعلة من علوم فقرآننا ذلك القائد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا قرآننا ذلك القائد وتفسيره ساطع كالنجوم. بعد السلام عليكم بفرمایید. بله الان صداتون واضح تره بفرمایید. من توی اسیما تو ایرانی عراق میشیم استان مرکز. بله من تو خمین به خاطر این آدرس دقیق میگم که نگیم دروغ میگم. ما شیعه بودیم تا یه ماه پیش. یک بار ما برادر اهل تسنن هست تو کار تو دانشگاه تو محل خدمت هم با هم دیگر تو بحث میکردیم. اونا قبول نداشتن عزاداری ما دعوا میکردیم با اونا. الان واقعا این شبکه شما واقعا ما فهمیدیم واقعا شما توهین نمیکنید. واقعا شما آدم رو به راه حق یعنی هدایت میکنید. من پدرم خواهر 80 نفر هستیم خدا شده داریم یک ماه تماس میخواییم بگیریم با این شبکهاتون همش پارازیتون دادن. اصلا تعجب کرد حتی تو شبکه کلمه تو پرومیم 6 داریم اینو گذاشتیم پخش نکردن امشب. حالا فکر نکنید ولیش الحمدلله ما تونستیم با شما تماس بگیریم. به همه شبکهاتون تشکر میکنیم ما رو برگردوندیم. بازم تو همسایه هامون هستن داریم مثلا اون حرفای گوش دیار شما رو من خودم من خودم شخصا اول نفری بودم حسینی علم میکردم. اول من خاک بستر از گناهش این یعنی من گناه کردم یعنی که زندگی مقام این گناه مرتکب شدم. به خدا ما نمیدونستیم. این ما فقط تو گوشه ما اینجوری میخونم. داداش من سرگرده میگه من موقع تو نیروی انتظامیه. سرگرده تو نیروی انتظامیه. میگه موقع نهار موقع دین که نماز جماعت به صورتی ما رو میبرن شاید بعضی هم حتی نماز نخونم. من توهین نمی کنم به خدا قسم. من اصلا به الله بودم. داداشم میگه اشکال نداره من دستمو مجبورم بندازم زمین. میگه بارها گریه میکنم. الان یک ماه همش به من میگن افسرده شدی. من جرئت نمیکنم بیام بیرون چون تو بازرسی اطلاعات میگن که من از اینجا بیام بیرون من میگه شاید یه برای به طرف خانوادم بیارم. به نظر شما یه نصیحتی به ما بکنم برادر من چیکار کنم؟ چشم برادر عزیز داریم مورد انشاءالله صحبت میکنم. تشکر هستم. توی شبکه کلمه پخش کنم. من اصلا تحت تحصیل رو قرار نگرفتم. من خیلی وقت با برادر سنی هم بودم کاراشون هم دیدم. من 35 سالمه تو دانشگاه هم بودم. همه جایی که شما بگید حسینی ها رو حسینیه که حسینی داشتیم الان الحمدلله تبدیلش کردیم به یه مغازه تو خمین نمستیم. همه همسایه همون بهم میخندن میگن چرا اینو که الان شما دیگه پول خبری نیست اینا. ما چش تو چش بودیم. ما رفتیم تهران علم خریدیم با اون 300,000 تومان درست کردن تو تهران علم بزرگتر خریدیم که جلوی همه همسایه ها بگیم آره ما چیم. وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا نخاف وفي موقف الحشر تاتي الخصوم ونرحل في موكب الفاتحين وفوق الركاب الطيور تحوم فإن جاءنا الموت لسنا من الان من خودم برادر خانوم و خانوم همه اینجاییم ولی بابا متاسفانه اینجاست.
شکر میکنم که شما به راه حق ما هدایت کردیم. اون یکی هم من از همه معذرت میخوام اگه یکی از ایران به شما زنگ میزنه فوش مادر فوش خواهر، اگه من فوش مادر به هم نوع خودم بدم، چه کافر چه مسلمان فرقی نمیکنه، به مادر خودم فوش دارم، این همش که نمیتونم. اینو واقعا به من متوجه کردیم، من متوجه کردیم دیگه فوش به هیچی نباید، یعنی به هیچی نباید، تو قرآن ننوشته. آفرین و تبارک الله تعالی به شما که واقعا تو قرآن اینا رو ننوشتم. واقعا شما من متوجه کردیم که قرآن چی نوشته. حتی از من بعید نیست دیگه، این آخونده دیگه بعید نیست برن به قرآن هم دستکاری کنم. اینه تو اذان ما از من اینو نمیدونستم. خود سنیا تو خدمت سربازی به من میگفت مرد اولا، اون موقع اینو تلفظ نکردم ولی خودم دارم اینو به خدا میگم. میگفت آقای محترم تو الله اکبر دیدی که بولر گذاشته خود ایران میزنه. بله بفرمایید بله میفرمایید. من شاید دوباره زنی شد چون فکر شاید تمام شد. اگه احیانه من به من میگفتم علی و ولیولا تو ارگانه نبود، این اضافه کرده تو علی و ولیولا. بله تشکر از شما برادر گرامی، تشکر از شما. زنده باشید. تلفنت قطع شد خط برادر گرامی. واقعا انسان خوشحال میشه وقتی که میشنوه که عده‌ای از برادران و خواهران ما به راه راست هدایت میشن، از عقل از منطق کار میگیرن و به راه قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گام میزنن. درباره اینکه برادر عزیزمون ذکر کردن که ایشون در قبل از اینکه الله سبحانه و تعالی به ایشون توفیق بده که هدایت بشن، من قبل از این نکته خیلی مهم رو خدمت این برادر و بقیه برادران و خواهران گرامی عرض بکنم که هدایت نه به دست منه، نه به دست شبکه وصال نه کلمه، نه وصال فارسی یا شبکه‌های اهل سنت. ما فقط این سخنان حق رو برای شما میرسونیم. هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم می‌فرماید که انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. تو نمی‌خوای کسی رو که دوست داری، نمی‌تونی کسی رو که دوست داری هدایت کنی. این الله است که هر کی رو بخواهد هدایت می‌کنه. پس خوشا به حال شما که الله سبحانه و تعالی دوست داشته که شما هدایت بشید. من تبریک میگم به این برادر گرامی و به خانواده محترم ایشون و به همه دوستان ایشون که الله سبحانه و تعالی این توفیق رو به اونا عنایت کرده که به راه حق، به راه صراط مستقیم گامزن بشن. علیکم السلام و رحمت الله. به سال حق بفرمایید. من خواستم از شما تشکر کنم به خاطر برنامه قشنگتون. بیننده گرامی السلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. بله سلامت باشید. اول خواستم تبریک بگم افتتاح شبکه‌تون که سلامت باشید. میباشید اگر خودتون رو معرفی بفرمایید، بگید از کجا زنگ میزنید. من بهزاد هستم از بله. از کجا؟ تبریک بگم از عراق. از عراق، بسیار خوب. بفرمایید برادر بهزاد. خواستم تبریک بگم که انشالله شما در کنار شبکه کلمه و نور و وصال فارسی بتونید که بالاخره مردم رو دعوت کنید به توحید. چون خود من البته یک شیعه بودم که 4-5 ساله که با خوندن قرآن موحد و مسلمان شدم. ماشاءالله ماشاءالله. البته اون زمان حالا این شبکه‌ها نبود که استفاده کنیم، ولی خدا توفیق داد. ولی خب الان شکر میکنم که بالاخره این شبکه‌ها اومده و افراد بیشتر رو میتونه به اسلام و به توحید واقعی بیاره. خدا توفیقتون بده انشاءالله. شما خدا میسپارم. خدا نگهدار. زنده باشید. خیلی ممنون بیننده عزیز گرامی. من خیلی خوشحال شدم از اینکه صدای شما رو شنیدم. بله بفرمایید. راستش بنده وقتی که همچون افراد تماس میگیرن که الله متعال بهشون توفیق داده که حقیقت رو ببینن
درک بکنن، با چشم بصیرت و حقیقت قرآن رو درک بکنن و بفهمن و با وجود این همه سختی ها و مشکلاتی که در این راه با اون مواجه میشن، در جایی که حتی کسی نمیتونه به برادر خودش، به نزدیکترین دوستش اطمینان بکنه، از فشاری که اونجا هست، اینها رو میدونیم که با شهامت زنگ میزنن و با ما تماس میگیرن و اسم خودشون رو ذکر میکنن، هدایت خودشون رو با افتخار اعلام میکنن. انسان دیگه از شادی نمیتونه در پوست خودش بگنجه. از الله متعال میخوایم که این افراد رو ثابت قدم بگردونه و به ما اخلاص نصیب بکنه که بتونیم خدمتگزار تمامی برادران و خواهران اهل سنت و اهل تشیع و فارسی زبان و حتی دیگر ادیان باشیم تا بتونیم حقیقت رو به اونها برسونیم. کسانی که حرف ما رو میفهمند، کسانی که زبان فارسی رو میفهمند، الله به ما توفیق میده که بتونیم حقیقت رو به اونها برسونیم و آنها را از گمراهی و ضلالت دور بکنیم. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. اولا از همه بخاطر تشکر کنم از برنامه خوبتون. زنده باشید، سلامت باشید. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. سلامت باشید. و میخواستم از مهمان برنامه‌تون بپرسم، این مقابل که این همه دم از وحدت میزنن، چرا یه اجازه شخصی مسجد در تهران به ما نمیدن؟ الو. بله بفرمایید برادر، بلندتر صحبت بفرمایید. خوبین، چه خبر؟ سلامتون؟ زنده باشید، بفرمایید. واقعا از برنامه خوبتون خیلی ممنونم و این برنامه واقعا آموزنده است. سلامت باشید، نظر لطف شما. واقعا خیلی خوشحالم برنامه‌تون مشاهده میکنیم. سلامت ازت باشید. ممنونیم چون اخبار ایران هم است دارن دروغ میگه بله. و ازتون خیلی خیلی ممنون. واقعا من خودم قدم یک شیعه بودم با برنامه شما موافق شدم. خیلی خیلی ازت ممنون. زنده باشید، موفق باشید، الله متعال شما رو حفظ بکنه. واقعا شما را خیلی دوست دارم. سلامت باشید، الله متعال شما رو دوست داره. بالعيون وتشد الطيور بذاك القدور ونمضي سويا